نن 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 نن. بابا یه دقیقه ول کن ما رو دیگه، اینقدر بکش بیرون دیگه، اما خودت خواستی. بگی بمیر. سلام بچه ها، خوش اومدید به پارت دوم. الان چون میدونم چجوری این کارو کردم، الان مثلا میخوایم شما بپرسین که چجوری با این برنامه میتونم این حرکت رو بزنم، این افکت رو بیارم که اینجوری دقیق کار کنه، یا مثلا این افکت، یا مثلا این افکت. الان قراره بهتون امروز توضیح بدم. شما اول وارد فرام کامیونیتی 2 میشین، کلیک میکنید و اینجا کلی آیتمه: کاستوم آیتمز، وپنز، پپل، افکت، دراگونز، کامون و انیمالز. شما وارد افکت میشین، اینجا کلی افکت داره، مثلا بوم، یا مثلا الکتریک 1، یا مثلا الکتریک 2، یا مثلا فایر 1 که اینجوری کار میکنه، یا مثلا وادر، یا مثلا فایر 2. الان به عنوان مثال برای توضیح من بوم رو انتخاب میکنم. این الان اینجا بوم. بعد اینجا شما میید اینجا وارد استیج میشین. اینو دیگه حالا ما کار نداریم چقدر تصویر داره، میریم تا تهش. این ابزار رو ما کلیک میکنیم، وارد میشیم اینجا، انیمیشن آف رو میزنیم، اسپیدش رو انتخاب میکنیم، فریم ریتش حالا ما زیاد کار نداریم، لوپ رو روشن میکنیم، انیمیشنز آنو میزنیم. وقتی خواستیم بیان بیرون حالا تایید و لازم نیست بزنیم، ولی خواستیم بزنیم. بله ما این کارو کنیم، مثلا این افکت اینجوری صحنه سازی ما زنده میشه دیگه، یه تصویر در میاد. بعدش من بخوام بهتون توضیح بدم که چجوری همچین افکتایی درست شده. این کارا بخشاشه. بعد اینجا حالا اسکوئر برای هم افکت من، مثلا اینجا اسپیس، سیرکل، تکست. اول از همینه بعد شما رو کامون میشین. حالا این گزینه ها رو من دونه به دونه انتخاب میکنم، این سیرکل، تکست، سیگین و اسکوئر. ما بیشتر اینجا با اسکوئر کار داریم. الان مثلا این بنده خدا رو من اسپان کردم اینجا. اگه ما اون ماسک رو بزنیم که الان ماسکش روشنه، بزنیم و مثلا میگه که اینجا الان اون مربع هست که الان دستم اینجوری میکنم، ماسک رو بزنیم اینجا بیاریمش پایین، میبینیم که داره ایکس ری میزنه میره رو استخونه یا رو. الان مثلا آره بچه‌ها، این هم از تمام افکت ها بود و تمام ادیت هایی که ما با هم داشتیم. خدافظ بچه‌ها، لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. خدافظ.